به صف شدن تیم‌های عربستانی برای به خدمت گرفتن کاپیتان سیتی. با توجه به احتمال جدایی کایل واکر از منچستر سیتی، روزنامه الشرق خبر از احتمال حضور این بازیکن در لیگ عربستان را داده است. رکوردشکنی رونالدو بار دیگر در عربستان. کریستیانو رونالدو کاپیتان باشگاه النصر در سال 2024 موفق به زدن 29 گل در 25 بازی در لیگ روشن شده است تا از این حیث رکورددار شد. چند روز پس از اخراج رونی دوباره به فوتبال بازگشت. چندین شبکه تلویزیونی خواهان همکاری با وین رونی ستاره اسبق فوتبال انگلستان به عنوان کارشناس هستند. ناکامی خرید جدید بارسا و روی آوردن بارسا به سمت ترشتگی. وضعیت شدنی دروازه‌بان لستری بارسلونا در این تیم همچنان خوب نیست. اراده شاگردانم جای خالی مصدومان را پر می‌کرد. میکل آرتتا مربی آرسنال مدعی شد که بازیکنان کنونی جای خالی مصدومان پرشمار تیمش را به خوبی پر کردند.